سلام دوستان، خوش آمدید به کانال. در این ویدیو ابزار به Realme 8i. این سمارت فون سریدنی بودجетний صحبت میشه، از 15000 تا 17000 روبل میسته نرخش. دیدن رو سعی میکنیم از کامپلکتاسیش. در کامپلکتاسیش بلوک питания به 18 وات، کابل USB Type-C، скрипка و چخول دارد. در کامپلکتاسیش ناوشنیک ندارد. Realme به مانند Xiaomi به همه سمارت فون هایش چخول میموند و در روی اکرانی سمارت فون پلیونکی заводской میبیاد. این بهترین یک پلوسی این کمپانی میباشد. این سمارت فون رو خریده میتونید با نرخ ارزان و با گارانتی از اینترنت مگزینی تیف ترنج. доставка به تمام روسیه. در اپیسانی سیلکش رو ماندگی میتونید در آمده خریداری کنید. دیزاینش باشد این سمارت فون رو با دو رنگ میبرند، سیاه و فیولتوی. در کورپس سمارت فون جای داده شده است، جای برای зарядник، دینامیک و میکروفون. отпечатки این سمارت فون جای داده شده است به کنوپka питания. این بهترین است که دیده به اسکانر در روی اکران بوده. کورپس این سمارت فون گلانسوی میباشد. در این کورپسش ازهای دست میموند. این یک مینوس که من فری میشد. اکرانش باشد، اکران این سمارت فون IPS میباشد. IPS به بعضی ها پیروس، به بعضی ها مینوس. برای اون که به بعضی آدم ها عملیت اکران مقبول، به بعضی ها باشد IPS اکران مقبول. این اکران Full HD می باشد. رزمیرش 16 دیوم. رزولوشن اکران 2400 به 1080 پیکسل. плотность پیکسلش 400 ppi می باشد. این اکران плавно کار میکند برای اون که частоташ به 120 Hz. این یک پلوسی این سمارت فون گوییم خطا نمیکنیم. سیستمش باشد این سمارت فون از коробкаш با اندروید 11 کار میکند و با оболочкой Realme UI 2.0. پروسسورش باشد MediaTek Helio G96 میباشد. این پروسسور در تست Antutu بنچمارک 3500 بال میگیرد. ویدیو چیپش باشد Mali G57 میباشد. با این چیپ بازی ها را با سریدنی کачество باز کرده میتونید. این سمارت فون را میبرند با پامیتی 4x64 و 4x128. با یک فункция نوش که این سمارت فون дополнительный оперативный память میگد، همراه کردنی اپراتивный память. این از پامیتی درونی میگیرد. پامیت را 3 گیگابایت همراه کرده میتونید و اپراتивный памятش به 7 گیگابایت می شود. این بهترین یک پلوسی این سمارت فون است. با در این سمارت فون NFC دارد، میتونید بمالول خریدتون را اپلودید کنید. درباره کامراش گفتیم، این основноیش 5 مگاپیکسل. این کامera Full HD زوم که میکند. رزمیرش 1080 به 30 کادر سکوندش به. فرانتالی کامراش باشد در چپ اکران جای داده شده است. این به 16 مگاپیکسل. این هم باشد زوم که میکند 1080 به 30 کادر سکوندش به. باتریش باشد به 5000 میلی آمپر چسب می باشد. این باتری ضریتش میرسد 1.5-2 روز. برای اون که IPS ماتریس ضریت رو اکونوم میکند. این بود که درباره Realme 8i. با همین تمام ویدیوی ما دوستان. به این ویدیو لایک میمونیم. در این کانال ما هر هفته ویدیوهای نو میبراید. برای همین به کانال подписаться میکنیم و ویدیوهای نوی ما رو انتظار میشیم دوستان. خیر تا دیگر ویدیوهای نو.